قلب عالم امکانه. پسرش همون کسیست که خدا باد در شأن اون پسر میفرماید از این حسن فرزندی به وجود می آورم که علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. درختی که میوه‌اش اینه، آیا اون شجره طیبه چه درختی است؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. شیخ المحدثین صدوق از علی بن بابی پدرش و علی بن بابی از حمیری و حمیری از یقطینی و یقطینی از یونس و یونس از ثقه عظیم الشأن عبدالله بن سنان نقل می کند که از ابی عبدالله جعفر بن محمد سؤال کردم حرمات الله در این آیه چیه؟ عبدالله بن سنان از فقها اصحابه، خود نحوه سؤال دلیل فقاهته. اولا باید فهمید حرمت چیه. حرمت ما لا یحل انتهاکه، اونی که حدکش به هیچ وجه روا نیست حرمت. هر کسی حرمتی داره. خدا چه حرمتی داره؟ مسئله اینه. حرمت هر جا که باشد حدکش لا یحل. حالا اگر حرمت شد حرمت الله، اون حرمت حدکش چه میکنه؟ اینه که حکیمی عمیق، فقیهی دقیق باید روزگارها فکر کنه تا بعد بفهمد که در سامره سال گذشته چه شده و این مصیبت حد عظمتش چقدره. ابن سنان پرسید این حرماتی که خدا میفرماید ذالک و من یعظم حرمات الله چیست؟ چون او فهمید چه خبره.
امام فرمود خدا 3 حرمت داره، مثل این 3 حرمت هیچ چیز نیست. از قرآن به سنت بیایید، از کتاب به اطرت بیایید. چنون کتابی چنین مفسری داره. حرمات الله 3، اما چه 3 ستایی که مانند در وجود نداره. اول از این 3 کتاب الله فیه نوره و حکمته. حرمت اول خدا کتاب خداست که در این کتاب نور خداست و حکمت خدا. کتابی که نور الله در اوست، حکمت الله در اوست، چنین کتابی میشه حرمت الله. حرمت دوم فرمود به ابن سنان، حرمت دوم کعبه است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. این حرمت دوم از احدی توجه به ذات قدوس حق مقبول نیست الا این که رو به این نقطه کنه. اینم حرمت دومه. خوب دقت کنید چه جور چیزیه و چه میشه که این میشه حرمت الله. بعد فرمود حرمت سوم اطرت نبیکم، اونی که عدل قرآنه، اونی که عدیل کعبه است، همون کسی است که قبرش سال گذشته خراب شد. چنین حرمتی هتک شد. حالا باید بفهمید مسئله چقدر مهمه. قبر امام دهم، قبر امام 11، خانه قلب عالم امکان خراب شد. این خرابی به کجا منتهی شد؟ حرمت خدا شکسته شد. مسئله اینه باید مملکت از خواب بیدار بشه. حرمت الله انتهکت. وقتی قضیه شد حریم ربوبیت، سد محکم عظمت لایتناها در این فاجعه شکسته شد.